سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از روز دوشنبه 8 فوریه تقدیم میکنیم. خبرنگار رادیوی آزادی معصوم محمد رجب امروز از جانب مرزبانان قرقیزستان به هنگام اجرای مسئولیت‌های کسبیش بازداشت شد. مقامات مرزبانی قرقیزستان میگویند ژورنالیست قاعده عبور از سرحد دولتی کشور خارجی را نقض کرد و به قانون ویرانکنی مأموری راه داد. گلمیرا باروبایова رئیس دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان در صحبت با رادیوی آزادی بازداشت ژورنالیست را چنین شرح داد. اولا او مرز را توسط گذرگاه رسمی عبور نکرده است. حتی در صورت نبودن رژیم ویزا شهروندان باید از گذرگاه رسمی مرز را عبور کنند. ویران کردن رژیم عبوری مرز خلافکاری مأموری به حساب می رود. اسناد او تفتیش می شود، پروتکل ترتیب داده می شود و سپس او را آزاد می کنند. جانب قرقیزستان میگوید که ژورنالیست میبایست به نوار و عکس برداری در مرز بعد گرفتن اجازت دفتری مطبوعات خدمات مرزبانی این کشور دست میزد. معصوم محمد رجب در لحظه های بازداشت شد که با هدف پیگیری حادثه نصب پرچم قرقیزستان در منزل زیستی دو شهروند تاجیکستان در دهه آفچی قلعچه ناحیه باباجان غفورов در مرز با ولایت بادکنی قرقیزستان قرار داشت. مقامات قرقیز میگویند پرچم در منزل یک شهروند قرقیزستان که به این کشور منسوب است نصب شده است. این حادثه روز 6 فوریه در یک منطقه بحثی مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان رخ داد. جانب تاجیکستان میگوید پرچم آویزی در منطقه بحثی یک عمل برقصدانه بود. مقامات میگویند از قلمروهای جنگی سوریه و عراق 120 شهروند تاجیکستان برگشتند. از میان آنها 78 نفر شرکت‌دار جنگ و 42 نفر اعضای خانواده اشان میباشند. در این باره روز 8 فوریه در برابر ژورنالیستان دادستان کل یوسف رحمان خبر داد. دادستان گفت که 60 نفر آنها عفو شدند. با تاکید تاجیکستان به همه برگشته ها از جنگ‌های خارجی در صورتی که دست به جنایت نزده باشند عفو را وعده میکند. موافق قانون‌های تاجیکستان برای شرکت در جنگ‌های خارجی حکم سنگین زندان پیش بینی شده است. به اطلاع رسمی در مجموع در جنگ‌های سوریه و عراق حدوداً 1000 شهروند تاجیکستان اشتراک می‌کنند. وزارت بهداشت تاجیکستان به شهروندان هشدار داده است قبل از سفر به کشورهایی که دچار بیماری زیکا هستند درباره این بیماری معلومات همه‌جانبه پیدا کنند. مقامات میگویند تمام مرکزهای طبی کشور آماده هستند که به سیاحان، مهاجران کاری و دیپلمات‌ها درباره این بیماری سرایت معلومات همه‌جانبه دهند. هنگام گرفتاری با این بیماری حتما حرارت بدن انسان بلند می شود و این یکی از نشانه‌های اولی است که هنگام گذشتن از فرودگاه‌ها، گذرگاه‌های راه آهن یا راه‌های دیگر معلوم کرده می شود و این دستگاه‌ها حرارت بلند تن انسان را نشان می‌دهند. با این خاطر چاره‌های دیگری زیاد هم اندیشیده شدند. تشخیصگاه‌های داریم که می‌توانند سری وقت این بیماری را معاین کنند و خلاصه گفته می‌توان که کارمندان صحت طب تمام چاره‌های پیشگیری کننده را اندیشیدند تا این بیماری به تاجیکستان وارد نگردد. ضمناً سازمان جهانی بهداشت این ویروس را خطری جهانی اعلام کرده است و هشدار داده است که این ویروس می‌تواند در قطعه آمریکا تا 4 میلیون نفر را سرایت کند و در سراسر جهان پهن شود. حالا این ویروس در 26 کشور آمریکایی پهن شده است و تا حال واکسن دارو و یا راه معالجه آن را پیدا نکردند. مرکز برنامه‌های بین‌المللی وزارت علم و معارف تاجیکستان میان داوطلبان تاجیک برای دریافت بورسیه‌های تحصیل در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران آزمون اعلام کرده است. اسمت الله شادیف رهبر مرکز برنامه‌های بین‌المللی وزارت روز 8 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت امسال جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان 250 بورسیه تحصیل جدا کرد. با تاکید این بورسیه‌های تحصیل در رشته بکالوریات، ماجستراتورا و دوره‌های بازآموزی کوتاه مدت در نظر گرفته شده است. و در نظر داریم که آزمون‌ها تا یعنی جشن عید نوروز برگزار گردد. این حال باشد با قیدگیری حجت‌ها، با قیدگیری داوطلبان در بورسیه‌های تحصیلی جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه دولتی مرکز برنامه‌های بین‌المللی دوام دارد. برای دریافت ویدیو و خبرهای بیشتر به سایت اینترنتی رادیو آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیو آزادی برای تلفن همراه مراجعت کنید.